هذا النور شفاء صدور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتنم در زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران اهل اسلام، از شما خواهش کرده می شود که این نوار را تا آخر تماشا کنید. این نوار را به دوستانتان در ایمو وایبر و واتساپ دلرسی کنید. روز پیامبر صلی الله علیه و سلم از بازار مدینه بیرون آمده سگی را دید. خواست پیش او رفته از احوال او بپرسد و سلام کند. همین وقت الله تعالی جبرائیل علیه السلام را به خدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستاد و آن حضرت صلی الله علیه و سلم را منع کرد که ای حبیبی من، این سگ نیست بلکه شیطان است. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند که ای جبرائیل، اگر این شیطان لعین است، نیز از وی میپرسم که چرا میگرید تا مرا معلوم شود که این لعین است، چون این گریه چی مراد دارد و از کدام کار گریه میکند. پس آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند ای لعین مجیب، گریه تو چیست؟ شیطان لعین گفت ای حبیب خدا، تو را معلوم نیست که من چنان علم داشتم یا اینکه چنان شاگرد سبق میدادم که بعد از 70,000 سال نوبت دیگری می آمد. در آن وقت مرتبه آیت الکرسی را در لوحه محفوظ نوشته دیدم. اگر کسی یک بار آیت الکرسی را بخواند، جان او را خدای تعالی به قدرت خویش قبض کند. ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، خاطر من جمع بود که هیچ پیامبر را بهر امت این آیت نازل نشده بود. من امیدوار بودم که تمام مردم همراه من به دوزخ خواهند رفت و رفیق من خواهند شد. الحال حیران و پریشانم از آن روزی که آیت الکرسی بر امت تو نازل شده است. بنابر آن خون از چشم خود میگیریم، چون که خواننده آیت الکرسی در دوزخ نخواهد رفت و رفیق من نخواهد شد. پس ای مؤمن، معلوم کن و یاد دار که خدای تعالی این چنین شرف در آیت الکرسی انداخته است. لازم است که شب و روز آن را بخوانی و به غفلت نباشی. و قول شیطان رجیم که مثل من 70,000 شیطان جمع شود، خواننده آیت الکرسی را گمراه نتوان کرد. پس ای مؤمن بدان، در آن روزی که الله تعالی آیت الکرسی را فرستاد، آن روز حضرت جبرائیل علیه السلام با 70,000 فرشته برای یاری پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده بود. هر کی آیت الکرسی را بعد از نماز 5 وقته بخواند، در بهشت درآید با برکت این کلام: کسی که عمل کند، الله در بهشت را برایش بازگرداند. والله اعلم. برادران عزیز، خداحافظ.